خدا را شکر آزاد زنده است. بچه آزاد بچه من زنده است. خدایا 1000 بار شکرت. بله. ما تکین هستم. چی شده؟ یک مشکل داریم آقا. زیا نشانی خدا تبدیل کرده. قرار است خودش به دست تماس کنه. نباید بالای تو شد. برو. با تو یک وظیفه دادم، فقط یک وظیفه. گفتم او را از بین ببر، اما موفق نشدی. او را از دست دادی. داوود علی یلدز است. هم یالا میریم که کار او را ختم کنم. اول ما کار خدا خلاص میکنم. باش برو. گم شوین احمقا، چه میکنین پیش مادر؟ گم شوین. خاله جان میشه یک تاکسی بخواین لطفا؟ وضعیت خانمم خراب است. سوار کن. کجا میری؟ ببین یوسف ستاره دنباله دار. آرزو کو. کجاست؟ ما خانه دیدم. اونجا. زود باش آرزو کو. خب آرزو کنم که تو فرشته مشری.
وقت لباسای از الماری جمع میکردم دیدم تمامشان بسیار کهنه هستند. گفتم که اینا هیچ به دختر من نمیزیبند. بیبی لباسایی که با این پولا خریدی هیچ کدامش نمیخوایم. درست است، اما مراسم جنازه چطور شد؟ در بین او قدر آدم اونا قبر کندن و او را دفن کردن. وقت کسی با یک کار شروع کنه باز متباقیش خود به خود انجام میشه دختره. همه چیز کاملا مثل حقیقت انجام شد و همه گیومی گپه باور کرده به همه قسم دفن شد. خب در قدر وقت او کجا بود؟ یعنی همی که او را از شفاخانه مرخص کردن مستقیم به هتل انتقالش دادن؟ در یک جای دور برشان خانه گرفت. بالای سرش دکتر و پرستار استخدام کردم. تداویش هم همه قسم ادامه داشت. دکترها گفته بودن بلند شده نمیتونه. از این خاطر فکرم جمع بود. بعد از او با هتل انتقال دادنش. تمامش همی بود؟ بله تمامش همی بود. بی از او دیگه اهمیت نداره. از این حقیقت فقط ما و تو خبر داریم. همگی هوا را مرده فکر میکنن. بان که همه قسم ادامه پیدا کنه. بی از او دختر فردا به امریکا میره. از زندگی ما به همیش بیرون میشه. انشالله. شما مطمئن هستین؟ البته که مطمئن هستم. تکتایشان هم خودم گرفتم. اما تو یک مقدار پولم برشان دادم. بعد از این میبینی که هیچ سر صداشان نخود بود. پس از همین خاطر در قصر بود؟ فقط به خاطر پول؟ کی؟ هواره میگی؟ چند وقت پیش نصف شب از خانه بیرون میرفت دیدمش. همراهش سلطانه هم بود. فعلا کجاستی؟ در بازار هستم. خیرت باشه. گپا گوش کن. نه که دختره در هتل تنها مانده به چکر زدن برآمدی؟ نه خیر دیگه در هتل نیستیم. پس در کدام جهنم هستی؟ به قریه رفتیم. در خانه یکی از دوستای می باشیم. این کارا را چرا انجام میدی دیوانه؟ حالا وقت همی است که در بیرون بری چکر بزنی ها؟ خیاش نه قدر سر من گپ نزن. رئیس تو حمیده گفت که باید از هتل برایم. اگه نمه در قصه هتل و خانه نیستم. توبه. اما حمیده چرا شما را از اونجا بیرون کنه رمزی؟ به نظر من حمیده شاید از چیز شک بر شده باشه، یا شاید هم بچهش جای ما را حس کرده باشه. باز از این خاطر خودش خواست که جای ما را تغییر بده.
به هر صورت حالا قطع میکنم، بعدا زنگ میزنم، باید آمادگی بگیرم. یه همیدا چاران بودن همتانه. صبر داشته باش. صبر داشته باش. تو مطمئن هستی که سلطان همراه یوا بود؟ دخترم راست بگو، تو مطمئن هستی؟ شاید کس دیگه دیده باشی، یا شاید هم سلطان امرش نبوده. چی بفهمم؟ امکان داره سلطانه کس دیگه را بدرقمی کرده. او چطور جرأت کرده با من ای قسم یک خیانت کنه؟ زن احمق چطور جرأت کرده؟ کسی که از قصر بیرون شد خود هوا بود. من همون دقیقه پایین آمدم و ازش پرسیدم. با چشماییم سهل کرده بریم دروغ گفت و ای گپه انکار کرد. گفت نه خیر، مرده خود زنده شده نمیتونه. نه خیر، ای وهم تو بوده، تو اشتباه میکنی. با گپاش ریش خندم کرد. من از کجا میفهمیدم؟ از کجا میفهمیدم که روز دشمنم در خانه خودم پنهان خواهد شد؟ سلطانه، سلطانه. بله، در حالی که شما میخواستین او رو از ما دور نگاه کنین، او آمده و در خانه ما جای به جای شده بوده. من تمامی کارا رو به خاطر شما انجام دادم. کاش که از همون اول همه چیز بریم راست میگفتین. باز مجبور نبودین ای بار سنگینه و تنهایی حمل کنین. اگه امروز لازم باشه بازم همون کار میکنم. کافیست که شما خوش باشین. فقط خواست معنی است. اجازه نمیتونم کسی بین ما و یوسف قرار بگیره. اگه شما مانع هم نمیشدین بازم حتما یک کاری میکردم. هنوز هم منصرف نشدیم. حساب تمام کارهایی که در حق ما و شما انجام داده را ازش میپرسم.
باده جان، تو بسیار یک دختر هوشیار و واقعا مصمم هستی. خودت ای گپه بهتر میفهمی که ای خشم چقدر میتونه رابطه خودت و یوسف به خطر مواجه بسازه. تنها خطری که ما را تهدید میکنه بودن او دختر تا زندگی ماست. میفهمم اما به خاطر مانع شدن او هر کار از دستم بیاید دریغ نمیکنم. اما تو هم امرایم وعده کن لطفا کار غیر عاقلانه انجام نمیدی. باید دوباره زندگی همراه یوسف قسمی که از ادامه بدی. بسیار مشکل است. میفهمم مشکل است، اما ناممکن خو نیست. وقتی به حقایق فکر بکنم واقعا دشوار تمام میشه. یوسف، این ازدواج ما با من از همه چیز کده مهمتر است. به خاطر که به این دو چیز ضرر نرسه هر کاری که بتانم انجام میدم. آفرین، این بهترین کار است. بی از اونا فردا به امریکا میرن و این موضوع به همین سادگی دمینجا خلاص میشه. بسم الله. خاله شما خوب هستین؟ فکر کنم فشارم پایین شده، سرم آسیا وارد دور میخوره. اوه خدا. بیاین یک چند دقیقه اونجا بشینین. نه دخترم، اگه زحمت نمیشه مرا تا اونجا را برسان. درست است، بیاین. احتیاط کنین. اما سلطانه رو چطور کنیم؟ او همه چیزم میفهمه. سلطانه تو تشویش نکن. من خوب میفهمم که چطور دانش بسته بسازم. تنها چیزی که حال باید در موردش فکر کنی و یوسف است. ازدواجتان است. بیبی همه چیز چقدر خوب پیش میره دخترم. همه تا نیست. تو فقط باید درباره او فکر کنی. فقط به این موضوع باید اهمیت بدی که چطور میتونین به هم زیادتر نزدیک شوین. اگر شما همراهیم نمی بودین، اگر این کارا رو نمی کردین، ما کار را که باید میکردم باده. به خاطر خانی، به خاطر بچه. اما من مقصر هستم. اگه این گپ افشا شود، اگه کسی بفهمه، زندگیم تباه میشه. بسیار گناهکار هستم، اما اصلا از این کارم پشیمان نیستم. بهترین کار در او روز همی بود. بهترین کاری که امروز باید انجام شود اویی است که بدون هیچ کدام فکر بی معنی و بی مفهوم به زندگی خود ادامه بدی. همراهیم وعده کو از هیچ کس حساب پرسان نمی کنی و همه چیز فراموش می کنی. وعده است جانم؟ درست است مادر جان، درست است. هیچ تشویش نکنه. به خاطر خوشبخت ساختن او هر کاری بتارم انجام بدم و من اعتماد کنه. در این موضوع هیچ شک ندارم. هیچ.
خداوند ازت راضی باشه دخترم. خداوند کامیاب داشته باشید، به مراد دلت برسی. آمین انشالله کل ما. همو دروازه است دختر. درست است کم مونده. خیر ببینی جانم، کسی در خانه‌تان نیست خاله؟ فقط نوازیم است. آیسته آیسته برین داخل. بفرمایید برین. نواسیتان در کجاست؟ ده بالاست، ده بالا. درست است بیاین بیاین خاله جان. چی شده مادر کلان؟ شما خوب هستی؟ جمیله دخترم فشارم پایین شده. جمیله 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 بخیز. جمیله جمیله خدای من جمیله دخترم حتما مرا در یه حالت دیده ورخطا شدنی. جمیله مگه پای خدا براتون گفتم در موضوع شراکت امرای قاجلال نباید زود تصمیم بگیره. نیت از دیگرها فرق میکنه. نیتش چیزه بگو که ما هم بفهمم. با عقل کم خود میخواه آینده دختر خود تضمین کنه. میخواه با شراکت امرای مارسی دختر شبی میکنه. چرا باید این کار کنه؟ بین یوسف و بادخواه هیچ مشکل وجود نداره. آقا جلال احمق نیست پدر. او خوب میفهمه دخترش در چی وضعیت قرار داره. جلال در کار تجارت یک آدم نو نیست. او خوب میفهمه که در چی وقت کدام کار انجام بده تا مفاد خود به دست بیاره. باز ما هنوز تصمیم خود قطعی نساختیم بچیم. نظر همگی به ما مهم است. به نظر ما این قرارداد به نفع ما نیست. یلماز خان، آقا شاهین مدیر هتل آرتی قبرس روی خط هستن. فکر کنم شما کارش داشتین. بته بله آقا شاهین، روزتون بخیر. چطور هستین؟ بله ها فهمیدم. جوانای زمان عمرش به فکر سلامتی خود نیستن. من خب پیر هستم که فشارم پایین میشه. حالا بگو ایره چی شده؟ دخترم جمیله 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 بخیز. خدا را شکر. توبه بسم الله. جمیله جمیله به هوش بیا. جمیله جمیله خاله اگه میشه یک گیلاس دوغ بیارین. اگه او را بنوشه شاید سر حال شوه. اعتراض میگی دخترم؟ همیال میارم. خدایا خودت مرا نگاه کو. جمیله تو خوب هستی؟ این امکان نداره. تو مرده بودی، تو رو در قبر ماندن. نه خیر جمیله من زنده هستم. نمردیم. ببین من اینجا هستم. نترس. نه خیر، مردا چطور میتونن دوباره زنده شون؟ جمیله جان من هم مرده بودم. جمیله طرف مسایی کن. جمیله جمیله اما این قسم نگفتن. درست است میفهمم این قسم نگفتن. اما من هم مرده بودم. زنده هستم. اما کسی از زنده بودن من خبر نداره. قربانت تو به کسی چیزی نگویی. درست است؟ ها؟ ها؟ دخترم
باشین. خاله جان. در بینش نمک زیاد انداختیم، نوش جان کنین. خاله چرا به ما آماده کردی؟ چرا نکنم دخترم، یک گلم دوغ داریم، نوش جانتون. بگی جمیله بنوش. بسیار تشکر میکنم آقا شاهین. به شما وقت خوش میخوایم. هنوزم پشت رسیده اوتالا گرفتی کاکا؟ همراه مدیر گپ میزدی؟ بله، همراه مدیر گپ زدم و بسیار خوب شد که گپ زدم. تو به چشمایم دیده برم هر بار دروغ گفتی محمد. یعنی حساب یک قرن پیش از ما میپرسی؟ اگه قرار باشه اینجا کسی حساب بته و تو هستی. تو خو میگفتی خودت نه، بلکه یک دوستت اونجا بوده و بلش سر تو حواله شده. اما نه خیر، خودت دو هتل بودی محمد. آفرین. ای دروغ است؟ راست است. ما بودم و از این خاطر به هیچ کسی مجبور نیستم حساب بدم. چی ضرورت بود که در روز نکاح خانواده ترها کده و اونجا رفتی باز یک عالم دروغم گفتی؟ شما مرا مجبور ساختن که قسم یک آدم باشم کاکا. از خوردی هر کار کردم بالایم اعتماد نکدین. ده هر کار عیب میپالیدین. هر قدم ما تعقیب میکدین. همیشه خانجو اغلوی دوم بودیم. بی‌لیاقت، نافهم، اولاد بیکاری قصر شما. تا حال به ما اهمیت ندادن کاکا. اما من گناهی ندارم. شما باعث شدین که ما با این وضعیت برسم. در رابطه با این موضوع باید بگویم دلیل قناعت بخش دارم. شما تشویش نکنین کاکا جان. شما خوب هستین آقا محمد؟ خوب هستی جمیله؟ دخترم خوب هستی؟ کم سرحال شدی؟ خاله قربانتان شوم، با زحمت میشین، اما اگه میشه برین یک گیلاس آبان بیارین. درست است؟ زحمتی چی دختر مامانه کارت شدم جانم. زنده باشین خاله جان. جمیله تو خوب هستی؟ این چه قسم بازی است؟ چطور تونستی قسم فریب کاری انجام بدی؟ فکر میکردم هیچ وجدان نداری. جمیله در این موضوع من هیچ گناهکار نیستم. این بار کسی که قربانی بازی کسی دیگه شده اون هستم. من در قصهش نیستم. با زندگی خود اشخاصی که بازی کردی باز فکر کردی که بی جواب خود ماند؟ حالا از اینجا گم شو برو، نمیخوایم ببینمت. درست است، من میرم جمیله. کلاگی فکر میکنن من مردیم، قربان چون به کسی چیزی نگویی. به خاطر خدا این کارا کن. درست است؟ اگه عذرم کنی من نمیگم، تو را مرده فکر کنن خوب خواد بود. خداوند تو را دیگه به من نشان نده دختر. حالا از امو جهنمی که آمدی پس برو. دخترک مقبول چی شد؟ کجا رفت؟ او دختر کار داشت رفت مادر کلان. شما هم داخل برین که هوا سرد است.
گپای مرا فراموش نکو. درست است دخترم؟ در زمده پیش تو یک امانتیام است. وقت از شرکت بیرون می شدی گرفتیش؟ او رام برم بده و بعدن سر کارت برو. درست است، اما ای گپ از کجا فهمیدن؟ ما در بیرون منتظر می باشم. من هیچ نمیفهمم که چی بگویم. وقتی هوا را دیدم باز عقل خود از دست دادم. میفهمم دخترم، حقم داری. اگر شما نمی بودین شاید همه چیز از بین می بردم. به خاطر که او را از سر راه خود دور بسازم شاید آینده خودم یوسف از بین می بردم. مادر جان تیر شد دیگه باده. باز ما خو با هم گپ زدیم، به توافق رسیدیم. ای همه را مثل یک خواب فکر کو. تو از این چیزی خبر نداری. مگر از جایی که گرفتم دوباره همونجا میمانم؟ نه خیر، تو نباید با این موضوع هیچ ارتباطی داشته باشی. او رو به من بده، من کار لازمه انجام میدم. حالا یک دانی از سر کارت برو. بفرمایید خانم. کجا هستی؟ قسم که عمل کردین در قریه هستم. خوب است. پیشرفت وجود داره؟ نه خیر خانم، در خانه جای بجای شدن. فعلا هم در خانه هستم. درست است. حال پشت اونا را رها کن. انشالله فردا گم خود شدن. عاجل اینجا بیا. این بار باید پشت باده را بگیری. در مورد هر حرکتش برم احوال. بچشم خانم. باده خانم در شرکت هستن؟ بله. خدا لعنتتان کنه. نمیفهمم این کار چی وقت خلاص خود شد. هیچ برم صبر نمانده. یولماس حالا دیگه بچیم. خانه میریم.
لباس نوام چطور است؟ مقبول شدیم؟ ببینه ببین دیگه. تو هم لباس های نوت پوشیدی، بسیار مقبول است. سر از فردا زندگی نو آغاز میکنیم. هوا دخترم تو را چی شده؟ چیزی نیست. برام راست بگو، وقتی من نبودم کدام اتفاقی خود نفتیده؟ گفتم که چیزی نیست. کجا میری؟ بله. چی لباس کاکا چطور هستی؟ چطور باشم دیگه، گزارم میکنم. کجاستی کاکا جان؟ در قصر هستم، به خاطر یک کار آمدیم. ما به شما را کار داشتم، میخواستم ببینمتان اما دکانتان قفل بود. توبه مشکل چی است؟ دیگه چی مشکل باشه کاکا؟ از جنید خبر گرفتم خواستم شما را در جریان بانم. نیست تمام جای دیدم. بر صورت با بچه بگو یک راه پیدا کنن ایره باز کنن. بچه‌ش یوسف خان. خوش آمدین خانم باده. خوش آمدی. خوش باشی. کجا بودی؟ چند بار برات زنگ زدم اما جواب ندادی. کم کار داشتم، پیش خیاط بودم به خاطر لباسایم. وقت جواب ندادی با تشویش شدم. شما مرا خواستین یوسف خان، میخواین سایفه برتان باز کنم؟ ها بادا کلید سایفه ندیدی؟ در وقت مانده بودم، حالا گام است. نمیفهمم، اما فکر کنم در خانه دیدمش. گفتی در خانه؟ من او را در اتاق کارت دیدم. نه خیر، راستش در اتاق خوابت دیدمش. شاید در جیب کورتیت بوده و فراموشت شده. نمیفهمم، شاید همه تو باشه. تو اینجایی، ما یک بار خانه رو ببینم، اگه کار شد برات میگم. بچه شما یوسف خان. تو خوب هستی؟ خوب هستم چیزی نیست. خب بس چرا پریشان معلوم میشی؟ اتفاق افتیده. برام بگو چی شده؟ یلماز یک دقیقه. ای که امروز او گپا برم گفتی واقعا رفتارت عاقلانه بود. ثابت کردی که چقدر بچی با فکر هستی. حال آن باید عاقل باشی. بادره، هتل و تمام چیزایی را که امروز دیدی فراموش میکنی. شطور دیدی ندیدی؟ ببینین خانم حمیده، ما یک قسم گپاره نمیفهمم، اما دزم به سن و تجارت شما احترام دارم و امیدوار هستم که به هیچ کسی مشکل خلق نشه. البته که نمیشه. تمام کوشش های ما به همین خاطر است بچیم. کافیست که بالایم اعتماد کنی.
خدا کنه این مسئولیت هایتم درست پیش ببری و کوشش کنه مقابلش از نعمت هایی که در این خانه برات فراهم شده استفاده خوب کنی بچیم. حاله این کلید سیف است. بالایت اعتماد کده میتونم؟ البته که اعتماد کده میتونین. ایرام در جایش بان بدون ای که کسی ببینید. امیدوار هستم که مرا ناامید نسازی. خدا میفهمد کجا به کی چا کنده. مطمئن هستی کدام گپی نیست؟ بیبی اگه کدام گپ باشه برام بگو، اگر نه ازت خفه میشم. چیزی نیست. پس چرا قدر پریشان هستی؟ گرچه در فکر خودم هم یگان گپ میگرده، اما کدام گپ؟ نیک حامل هستی. کاش که همیال حاملم می بودم. کاش که همیال یک طفل می داشتم. به خاطر محکم ساختن رابطه ما با یک طفل ضرورت دارم. درست است، قسم نگو. به خاطر این پیوند ما به کدام طفل نیاز نداریم. ما با هم زن و شوهر هستیم. راست میگی. کم احساساتی شدم دیگه. شاید در این وقتا کار و بار مرا بسیار خسته ساختن. بیازو موضوع شراکتم خود کلگیر جگر خون ساختن. درست است. باز باش که برات یک خبر خوش بتم. یک پیشنهاد شراکت نو به دست آوردیم. کی است؟ من میشناسمش؟ بسیار خوب میشناسیش. پدرت پیشنهاد شراکت داده. بسیار ببخشین، من آمده بودم که پرونده تانه بیارم. بیا که قهوه بنوشیم با هم. نه خیر، بسیار تشکر، زنده باشین. ما باید به کارم برسم. پیشنهاد پدر من چرا رد کردی؟ من نفهمیدم. ما خویی گپا نگفتم باده. گفتم باید کمی فکر کنیم. نمیفهمم ما باید درباره چی فکر کنیم؟ یعنی پدرم یک پیشنهاد واقعا معقول کرده. در ذمه از این تصمیم پدرم تقدیر میکنم. باده
اولین بار است با کسی شریک میشیم. با این پیشنهاد بله گفتن قدر آسان نیست. دزن پدرت از ما خوشش نمیایه. پدرم زندگی شخصی خوده با تجارتش هیچ وقت شریک نمیسازه. دستیم ده موضوع کاروبار خود با تو هم نظر است. اگه این قسم نمی بود باور کو هیچ وقتی پیشنهاد به تو نمیداد. اگر در بین ما کدام پیوند نمی بود باز قبول میکردم. اما راست میگم یه اوضاع مرا ناراحت میسازه. باز من هنوز درست پدرت نمیشناسم. به خاطر که ناراحت بودی گپ زدم. یکی شراکت به نفع یا ضرر ما خود بود هیچ کس نمیفهمه. چرا واضح گپ نمیزنی یوسف؟ تو از این شراکت به خاطر که به ما زیادتر وابسته نشی میترسی؟ بله بفرمایید آقا جلال. امشب چی برنامه داری؟ نمیفهمم. اگه برنامه نداری از تو یک خواهش دارم. میفهمی که در یه هفته در اورگو برنامه جاز کاپادوکیا شروع میشه و امشب مراسم افتتاحیه ای فستیوال است در یک هتل بسیار شیک. تو مرا همراهی میکنی؟ منور صدای من میشنوی؟ بله 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 من بسیار میخوایم اما باید خانه برم. درست است. به خاطر پیشنهادتان تشکر میکنم. درست است. اگر نظرت تغییر دادی باز برام زنگ بزن. درست است. بازم به خاطر دعوتتان تشکر. ما بیرون رفته هوای تازه میگیرم. یوسف صبر کو کجا میری؟ مرا غلط درک کردی معذرت میخوایم. منظور من این نبود. لطفاً بیشی. ما به خاطر خوشی هر دوی ما کوشش میکنم اما هر بار گناهکار شمرده میشم. واقعا نمیفهمم تو چرا این قسم میکنی. یگان آرزوی می است که خانواده از کارم راضی باشن. اگه این قسم نمی بود باز با خاطر دور شدن از تو هر کاری میکردم. راست میگی. من تو را خوب درک کرده نتونستم. فکر کردم میخوایی بین خودت و پدرم فاصله ایجاد کنی. راستش تو حق داری. نزدیکی به موردم هیچ خوب نیست. اما وقت به سر پای استاد شدن دوباره شرکت فکر میکنم باز این پیشنهاد تصدیق میکنم یوسف. ای گپه به خاطر گفتم که هر دوی تو را میشناسم. اگر لازم باشم میانجیام میشم.
بادا مجبور نیستی بین ما و پدرت میانجی شوی. نمیخوایم تو را استفاده کنم. فهمیدی؟ به نظر من مانعی وجود نداره. قبلا هم برات گفته بودم پدرم در کاروبار با تو هم نظر است. اگه این قسم نمی بود پیشنهاد شراکت برات نمیداد. ای گپ مد نظر بگی که میخواد دوباره با من رابطه برقرار کنه. ما نمیخوایم این فرصت مناسب تو از دست بدی. خب تو چی فکر میکنی؟ تو با این شراکت موافق هستی اما تو نیست؟ یعنی وقتی پدرم آماده است پس چرا باید همراه کسی دیگه شراکت کنیم؟ عروسی ما دو خانواده رو پیوند داد. حالا اگه به خاطر آینده خانواده خود این کار کنیم به نظر من بسیار خوب میشه یوسف. در ضمن تمام دار و ندار ما به فرزندای ما باقی میمانه همون نیست؟ و از پدرم که دیگه شخصی با اعتماد پیدا کرده نمیتونیم. او هیچ وقت دختر خود در وضعیت دشوار قرار نمیده. توبه پدرم و کاکایم هم همین گپ میگن. نمیفهمم، شاید من کم احساساتی برخورد میکنم. نمیفهمم. اگه خواسته باشی زنگ میزنم با هم گپ بزنین. نه خیر، حالا شاید مصروف باشه. خب بعداً میپرسیم. درست است، اما با من کم وقت بده. چرا؟ خانه میرم. چرا؟ کلیدای سیفه میپلم دیگه. جانم چی ضرور است؟ هر وقت که رفتی باز پیدایش کن. درست است، اما قبل از ملاقات با پدرت باید دو اوراق مطالعه کنم. فهمیدم. ما راستی مار زهر دار، اما من میفهمم که چطور زهرت از بین ببرم. فقط صبر کن. تو در خانه هستی جانم؟ چند دقیقه پیش آمدم، تو در حمام بودی. سرم درد میکرد، خواستم کم استراحت کنم. یلماس خان، سماوار در برنده ماندم اما هوا بسیار سرد است. فرق نمیکنه سلطانه، هر جایی که میمونی مقصد آبجوش کنه. خوشی مرحومت خانم پنبه شما را بسیار زیاد دوست داشت. همیال کلچه را پخته کردم که شما آمدین. آماده هستن بفرمایید. دستای درد نکنه. خانم به شما چای بیارم، بعد از زمان چای مزه میته. تو یک بار همراهیم پایین بیا سلطانه. درست است. به یلماس خان چای میبرم پس میایم. دستت درد نکنه، بسیار مزه‌دار است. نوش جانتان یلماس خان. کدام امر دگام دارین خان صاحب؟ نه خیر، زنده باشی. هر قدر که دوری ما زمان در بر بگیره بازم منتظرت می باشم جونید. از طرف هوایت. ایره واقعا هوا نوشته کرده؟ دیگه کی نوشته کنه بچه. هر قدر که دوری ما زمان در بر بگیره بازم منتظرت می باشم جونید. ما فردا بخیر حرکت میکنیم. هوام بسیار اصرار کرد که میایم اما ما برش اجازه ندادم. حال اگه کسی ببینیش باز دوباره بسیار یک مشکل کلانجور خواهد شد. کار بسیار خوبی کردی پدر.
عادل به من زنگ زد. بیا از خودم می آمدم، اما وقتی او گفت که تو کارم داری و در مشکل بند ماندی، باز من خود رساندم. نه خیر پدر، من هیچ مشکلی ندارم. در ضمن امرای خانجی اغلوی کوچک گپ زدم، گفتم که از ما بسیار خوب مراقبت کنه، تشویش نکو. ما فقط پشت هوایم دق شدیم پدر. تو تشویش نکو بچیم، از امریکا حتما برات زنگ خواهد زد، اما تو نباید دهانت پیش کسی باز کنی، به خصوص پیش محمد. شما چی میگین پدر؟ اگه خونمون بریزانن به کس چیزی نمیگم، فقط که من رو نمیشناسی. بهتر همیست که کلگی هوا رو مرده فکر کنن تا هیچ کس دیگه مزاحم ما نشن. آفرین شیرم، از این گپت بسیار خوشم آمد. خب دیگه حالا به ما اجازه بده، سفر پیش روی داریم. متوجه خودت باش، حقتان به ما ببخش. شما همچنان پدر. راستی از هوایم بسیار خوب مراقبت کنی. بگو که خدا جگرخون نسازه. هر قدر که دوریم از زمان در بر بگیره، بازم منتظرت می باشم جونید. از طرف هوایت. بفرمایین خانم. تو چقدر خاین برآمدی. از یک مارم بدتر استی. ما با تو تمام رازای ما شریک ساختم و تو چی کردی؟ با چشمایم دیده بازم فریبم دادی. فریبی چی؟ باز که گوشتو نپر کرده خانم. چوب باش، با ما دروغ نگو. هر چیزی را که خبر داری، هر چیزی را که میفهمی برم دانه دانه میگی. فهمیدی؟ دانه دانه کلش میگی. ما هیچ چیزی را نمیفهمم، چی بگویم؟ از زنده بودن هوا خبر داری نی؟ زود باش دیگه خاله. اوف. هیچی قسم وضعیت است، چرا گپ نمیزنین؟ باید با ما جواب بتین. شما هیچ چیزی را نمیفهمین یوسف. چی را نمیفهمم ها؟ چی را نمیفهمم؟ اگر میفهمیدم باز چرا پرسان میکردم؟ بگوین. گپ بزنین مادر.
گوش کو چی میگم؟ سر من یک قسم چیغ نزن، گپ ما شنیدی؟ کوشش هم نکن که مداخله کنی. این موضوع بین ما دو نفر است، فقط امی مداخله نکن. از چی وقت حالا موضوعات شما شخصی شده؟ همراه سیلی حلش میکنین؟ بچه خانم هر کار که کنه حق داره. خانم حمیده انگشترش گم کرده بود. مام در وقت پاککاری او را پیدا کردم و در جیب ماندم. باز یادم رفت ورشان بتم. وقتی او انگشتر از اتاقم پیدا شد خانم سرم قهر شد. حالا امور ازم میپرسید. خب یعنی امیگه پس خانم حمیده سرما بسیار حق داره. اگه همراهیم خوبی کنه یا بدی. بعضی کارهای انجام میتین که مرا واقعا متعجب میسازین. شما را هیچ شناخته نتانستم. نکو بچه، لطفا آرام باش. این موضوعات هیچ ارزش بس کردن نداره. همراه ما بیا. با این گریه های دروغیت هر کس فریب داده میتونی. اما مرا فریب داده نمیتونی. حالا کل چیز باید برام واضح بگویی. هر چیزی را که میفهمی باید بگویی. من کل چیزا میفهمم. با وجود ای که هوا زنده بود تو از بین بردیش. ای که کلگی ما را تو با ماتم و خون شندی. ای که عشق چشمای ما هیچ مانع کار شده نتانست. اینا بس نبود که حالا میخوای او دختر از کشورم دور بسازی ها؟ یعنی در حالی که من میخواستم از او شیطان نجات پیدا کنم تو او را آورده در خانه خودم پناه دادی ها؟ در ضمن او شیطان مثل دیوانا میپالیدم تو او را در خانه خودم، یعنی در این قصر پنهان کردی ها؟ اما میفهمم اشتباه از خودم است. تو هیچ وقت اصلاح نمیشی. این گپ از اول میفهمیدم. تو هیچ چیزی را نمیفهمی. هوا پدرش و همون لودهی که تو در پشت او گماشته بودی فریب داده بود آمده بود که یوسف ببینه. من مانع شدم. اگر نه تا حال بچه از تمام مکارگی های مادر جانش با خبر میشد. تو را از رسمان دار نجات دادم. فکر میکنی به این گپایت باور میکنم؟ نمیفهمم دلت که باور میکنی یا نمیکنی. خودت بهتر میفهمی. اما بعد از این مام نمیخوایم که اونا با هم یک جای باشن. بعد از این؟ تو از چی وقت تا حال شریک ما شدی؟ من شریک مریک تو نیستم. من فقط میخوایم که هوای ما آرام باشه. اگر نه هر لحظه میتونستم پیش یوسف رفته برش بگویم که هوایت زنده است. سبب تمام این جگرخونی ها و بدبختیات او مادر جانت است که میخواست تو رو تباه بسازه. ای چه قسم جرأت است به خدا. ای چه قسم گستاخی است، هیچ نمیفهمم. گم شو. جلو پوستکت از اینجا جمع کو. هرچی زودتر از این خانه گم شو. با تو در زیر یک سقف بوده نمیتونم هیچ وقت.
خیریت باشه پدر. کدام مشکل پیش آمده؟ در اواخر از دستی قدر جنجالا بسیار خسته شدیم بچیم. از یک طرفم تشویش موضوع شراکت دارم یوسف بچیم. فکر کردم اون موضوع دیگه حل شده باشه پدر. ما پیش از آمدن همراه بادا کمی گپ زدم. او میخواه همراه پدرش در کارا شریک شویم. تا جایی که میفهمم شما هم نظرش هستین. اما تو تا حال در این مورد بریم چیزی نگفته بودیم. راستش من همراه او آدم جور آمدن نمیتونم. فکر میکنم همراه او کمی نادرست برخورد میکنم. گوش کو یوسف، تو حال داماد حق جلال هستی. اگر راستش بخوای باز خوبتری است که همراهش رابطه صمیمی داشته باشی. این گپ به خاطر آرامش خانمتون بسیار مهم است بچین. بیبی با وجودی همه اتفاقایی که هر کدامش از هر نظر جدا جدا دخترش متضرر ساخت، او آدم پشت دروازه ما آمد و به ما دست خود دراز کرد. ما هم باید به نیت نیک او جوابی داشته باشیم بچیم. باز کار بارم به هر صورت ما حال دیگه با هم یک خانواده هستیم. درست است پدر. اگر شما می خواستم فکر میکنید کوشش میکنم این کار حتما صورت بگیره. بیاز او بادا میخواست پدرش دعوت کنه. شاید هم تا حالی این کار کرده باشه. بچیمی بسیار خوب است، بسیار خوب است. خب شما هم پایین بیارین. نه خیر، شما با هم نشسته صحبت کنین و یک قرارداد پیش از پیش آماده کنین و به وکلا بتین که قرارداد آماده کنن. درست است پدر. پس من دیگه میرم. یوسف، با محمد هم خبر بتی بچیم. تا جایی که میفهمم او از این شراکت زیاد راضی به نظر نمیرسن. یعنی پیش از امضا کردن یک بار نظر او را بپرس بچیم. درست است. من هم راش گپ میزنم. بالاخره او هم در شرکت سهم داره. چی کردین؟ با خاله سلطان آشتی کردین؟ مادر فکر کنین این کار خوب است. آی بچیم چی کنم دیگه؟ اعصاب ما بسیار خراب کرد. باز ما مانع خود شده نتونستم. اگر نه تو خود میفهمی که من این کارا رو هیچ وقت انجام نمیتم. درست است. امی که ازم خفه نباشین مشکلی نیست. راستی چی کردین کارو زمینه چطور شد؟ آی خوب شد که به یادم آوردی. همیاله برشان زنگ میزنم. یک دقیقه. این دیگه چه قسم یک کار است؟ این آدم ها سر ما رشخند میزنن مادر. او روزم شمارهشان برم ندادین بدن که خودم همراهشان گپ بزنم. نمیفهمم چرا بالای این موضوع قدر اصرار میکنین. توبه من خود کدام طفل خرد نیستم. بچیم او مردم هم سستن. بسیار کار بد میشه که برشان زنگ با ما بزنی. هیچ فرق نمیکنه. یا زمینه بتن یا پولش روان کنن. اوه ماشاءالله. از این به بعد امرای مادرت با همه قسم شرط و شرایط گپ میزنی ها؟ بس چی کنم مادر؟ درباره این موضوع چند بار گپ زدیم اما هیچ پیشرفت نتونستیم. شما مرا مجبور ساختین. من مقصر نیستم. تو اینجا چی میکنی یلماز؟ اسلحه را پاک کردم. میخواستم در جاش بانم. اگه کار تمام شده باشه رفتم میتونی. محترم رم بشوی. داخله بیرون میشه.
کجا بخیر؟ پیش یلماز خان میرم و ازش میخوایم تا حقش برم ببخشه. میخوایم که پیشش رفته تمام واقعیت را برش واضح بگویم، به خاطر که وجدانم کمی راحت شو و نفس کشیده بتانم. هرچند که شما این وضعیت بهتر درک کرده میتونین، اما من یک ذرم تحمل کرده نمیتونم خانم حمیده. یعنی که تو میخوایی مرا با این گپای تهدید کنی سلطانه؟ هرگز. من فقط میخوایم عدالت برقرار کرده باشم. حالا که شما همراه می قسمک بازی را شروع کردین، ما هم رفته همراه یلماز خان گپ بزنم ببینم که دی بازی شما کی برنده میشه خانم حمیده. فقط یک بار امتحان میکنم. تو با این گپای بی مفهومت میخوایی که مرا بترسونی، اما تو نیست؟ کسی که در خیانت دست داشته باشه ترس هیچ وقت یخنش اعلان نمیکنه خانم. من میرم و همراه یلماز خان گپ میزنم. باز ای که کی باید بره و کی دی قصر بر همیشه خواهد ماند، باز وقت معلوم خواهد شد. سلطانه، من امروز کم کار داشتم. ها، ما هم همیاله پیش شما می آمدم. میخواستم که برام یک قهوه بسیار مزه‌دار آماده کنی که بنوشم. البته یلماز خان، البته که برتان آماده میکنم. قسمی که شما گفتین سلطانه یک قهوه بسیار مزه‌دار برتان آماده میکنه، اما تو نیست سلطانه؟ اگه شما خواسته باشین باز ما چطور گپتان رد کرده میتونم. خداوند محبتتان زیادتر کنه. زنده باشین یلماز خان. ای چی است؟ تو کدام جایی میری؟ نه خیر، آدم خانه خدا ایلا کده کجا رفته میتونه یلماز خان؟ یکان لباس های کنه اصلا تمامش جمع کردم که دور بندازمشان. درست است پدر جان، بیا و حال یوسف هم شاید برسن. ما منتظرتان می باشیم. امانتی را در سیف ماندم. ایم کلیدش. بسیار تشکر. خیرت خوب باشه. تحمل دوری مرا نداشتین چطور؟ تو از من چی میخوایی؟ فهمیدم. یعنی من باید از شما چیزی بخوایم؟ امرای من بازی نکو سلطانه. به خاطر که دانت بسته کده از این خانه برید مقابلش ازم چی میخوایی؟ شما پیشنهادتان بگوین. برات ماهانه معاش میتون. بسیار پول زیاد. به اندازه‌ای که تصورشم کده نمیتونی. همیشه راحت میباشی. تو پیش بچیت برو. اگه بخوایی همونجا براتون خانم میگیرم. تا آخر زندگیت روز مشکلات و سختی ها را نخواهی دید. وای 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 وای. پیشنهاد ای حمیده خانجی اغلوی بزرگ ببین که چی است.
یک بار به دقت طرفم سل کو. ما به رمزی دیوانه شباهت دارم ها؟ با پولت فقط او رمزی دیوانه را خریده میتونی. شاید با پولت بتونی نفرهای زیادی را دور برت جمع کنی خانم حمیده. اما فعلا در مقابل سلطان استاد است خانم حمیده. وقتی به صفت عروسه خانه آمدی باز او وقتا ما در اینجا بودم. ما در 4 دیواری تمام عمر خود سپری کردیم. وقتی که من به این قصر آمدم به مثل ملکه بودم، طوری که حالیم هستم. اما از وقتی که تو را دیدم تو فقط یک خدمتگار ساده بودی، طوری که حالم یک خدمتگار ساده هستی. بیبی خانم بزرگام یک وقت در این قصر ملکه بود. پیش از او گلدانه مادر وجود داشت. او چی شد؟ تمامشان کم کم به خاک تبدیل شدن. ای را بفهم که تقدیر تو به باز کردن دانه ما بستگی داره. برم قصای بیمانی نگو سلطانه. در این دنیا هر کس هر چیزه به یک اندازه ارزش داره. ارزش تو چقدر است؟ تمام ارزش ها، همه سالهای زندگی ما، همه زحمت های ما یکیشان پرداخته نمیتونین. ارزش شما در دوران جوانی خود گرفتیم. هر کس و هر چیز رفتنی است. شما هم همچنان. فقط ما در اینجا بوده میتونم خانم حمیده، به خاطر که صاحب اصلی ای جایداد فقط ما هستم. رازایی که شما از یکی دیگه خود پنهان میکنین فقط ما میفهمم. از تمام رازها و کارهای شما فقط سلطانه با خبر است. مرا از این بیشتر خسته نسازین. اگه من دانم باز کنم بازی قصر به خاک یکسان میشه. امیدوار هستم فهمیده باشین. از این خاطر صدایتان خاموش بسازین. فهمیدین؟ خاموش باشین. این پتنوس چایم همراهت بالا ببر حمیده. آمدی جانم؟ آها. وقتی خانه رفتم پدرم هم اونجا بود. در مورد موضوع شراکت کمی با هم گپ زدیم. پدرت اینجا بخوای بیا که با هم گپ بزنیم. بیازو خواستمشان. کار خوبی کردی. دزم کلی دارم پیدا کردن نتونستم. آی فراموش کردم برات بگویم. تو ایره از کجا پیدا کردی؟ در الماری کنار پرونده ها مانده بودمش. بخی فراموش کردم که اونجاست. مرا ببخش تا اونجا ناق و زحمت شدی. به هر صورت مهم نیست. قبل از آمدن پدرت باید اوراق مطالعه کنم. خوش آمده یلماز بچین. خوش باشین. خاله بسیار معذرت میخوایم.
سفارش های صبحتانه برتان آورده نتانستم. میفهمم که بسیار مصروف هستی، اما خانم حمیده همه قسمت زیادی طرف و او طرف میگردن. چاشتم تو او رو بیرون برده بودی، همه تو نیست؟ با خدا بعد از اینکه از بیرون آمد تو سرم غال مغال کرد که هیچ نپرسی الماس بچم، فقط که خانش چپه شده باشن همه فهمم چی گپ شده بود. راست شما کجا رفته بودین؟ نمیفهمم کدام کار داشتن. او خو معلوم دار است بچم، من فقط ایره پرسیدم که چی کار داشت اما او عصبانی شد. خاله خودت خو میفهمی ما مثل شما تحت امر اونا هستم. لطفاً از ما چیزی نپرسین. خیر باشه، من همراه درد دل میکنم. هر گپ ما با تو میگم رازای خدا با تو شریک میسازم، باز تو همراه می قسم رفتار میکنی؟ ایام طریق جوانمردی است. گوش کو چی میگم، چقدر زود فراموش کردی که تو را در اینجا کی استخدام کرده؟ بیبی خاله، من هرگز نیکی یا بدی کسی را نمیتونم فراموش کنم، اما قسمی که راز شما را به دیگر کس نمیگم، از دیگران به شما گفته نمیتونم. با اینام دلتان که وفانم میمانین یا مسئولیت پذیری هیچ فرق نمیکنه. گپایی که به ما گفته شده همراهم یک جا به گور خواهد رفت. یک غلام رازگو هم کم داشتیم که او هم پیدا شد. خدای شکر شکر. چطور هستی دوست؟ ها؟ از اینجا خوشت آمده یا نه؟ جایت راحت است؟ البته که راحت است. چطور بوده نمیتونه؟ من فکر میکردم که یک خانواده پیدا کردیم که در آغوششان غمای ما فراموش خود کردم، اما اینجا از خود درد و غمای بخصوصی خود داشته دوست. انشالله روزی نهایی که بگیم خدای چرا ما رو به ایسیا چال انداختی. بچیم؟ بفرمایین کاکای الماس. چیه پس؟ همراه دوست درد دل میکردی؟ بله، بعضی اوقات ما و ای با هم درد دل میکنیم. نه که تو کدام مشکلی داری؟ نخیر، خدا را شکر همه چیز خوب است. اگه مشکل داشته باشی و با من نگویی ازت بسیار خفه میشم. خودت خو میفهمی دروازه من هر وقت بروید باز از بچیم. زنده باشین کاکای الماس. اگه جای میخواین برین برسانمتان. نه خیر، کم قدم میزنم بچیم. بیا پیش من دوست. پرواز فردا ساعت 11 است. هیچ که نشد باید تا ساعت 10 پول بدستم برساندی. آقا رمزی چرا گپ نمیفهمی؟ ها؟ حواله میکنم برات، حواله. تو خو یک بار اونجا خدا برسون. من خو از اول به تو گفته بودم که کار بانکی رش خوش ندارم. پول دانه دستم تسلیم میکنی که من با خوشی رفته بتونم. بیبی رمزی اعصاب من خراب نساز. بله خدا لعنتت کنه دیوانه. خیرت باشه حمیده، با سری که قرصی. کدام گپ مهم نیست جانم، اما گپای سابقه بی ارزش.
یلماس خان تو چرا از قدم زدن قدر زود برگشتی؟ هوا بسیار سرد شده، یک چیز گرم بپوشم که خنک نخورم. خوب است خوب است. با کل ما تبریک باشه. تبریک باشه. انشالله با خیر همه ما باشه. ما امیدوار هستم. از اتحاد زیاد قدرت متولد میشه. این قرارداد ما را شکست ناپذیر میسازه انشالله. انشالله که همه قسمت آقا جلال. همه چیز بسیار خوب خواهد شد. درست است. مطابقش وکلا حل میکنن. بله. حالا که قرارداد ما بسته شد، من براتون یک پیشنهاد دارم. نمیفهمم چرا، اما متوقف ساختن کارهای محصولات زراعتی ما هیچ خوشم نامد. درست است، بادایی تصمیم با اختیار خود نگرفتیم. بعضا انسان ها مجبور میشن. میفهمم یوسف، درست است که در تو یک حالت مجبور بوده، اما من یک نظریه بسیار خوبه دارم. پدر، یادتون است که به خری کاکا یا اوزشان به اسب سواری میرفتیم؟ همو زمینه که در پشت موزیم پرنده ها قرار داره. بله بله، اگه اشتباه نکنم در اونجا بعضی زمین‌های زراعتی هم وجود داشت. بله بله، در اونجا چند زمین زراعتی وجود داره. بله همونطور است. اما چی بفهمم؟ اگر یک بار او را ببینیم شاید خوب باشه. بله یوسف، لطفاً یک بار رفته ببینیم. این که به نام ما باشه یا به نام منور هیچ فرق نمیکنه. لطفاً از این کار منصرف نشین. موضوع خوب پیدا کردن زمین نیست جانم. یعنی اعتبار مالکه دار شده. میفهمینه؟ این قسم که سپس یک نشانی جدید میسازیم. اگه یک جای باشیم از واسش برآمده میتونیم. به نظر ما یک مفکوره خوب است. چی میگن کاکا؟ به نظر ما مفکوره خوب است یوسف. دیگه عمری حزب رمزی نادیده که مانت میشه. برو امریکا را بیبی که زندگی تا با فامی. بفرمایین بیادر، میمانم ها شوین. هنرمندتون همی مقبول هست؟ بله بیادر، امروز گل محفل ما همی دختر است. بلبل ور صدا داره. بفرما بیادرم. موترتان این طرف یاره، از این طرف دار بخوره. صحیح با اجازهتون باید بریم. بازم بر کل ما تبریک. تبریک باشه. تبریک باشه با کل ما. تبریک باشه با کل ما. پدر جان، ما و یوسف میریم زمینا رو میبینیم. باز براتون زنگ میزنم. راستی دخترم، میخواستم بگویم امروز باید شفاخانم بریم. قرار است مادرت مرخص شد. اگر تو را ببینه بسیار خوش خواهد شد. بسیار خوش شدم پدر جان. باز درست است تو همراه پدرت با گرفتن مادرت برین. من زمینا را میبینم، باز براتون خبر میدم. درست است. میبخشید. بفرمایین. آقا جلال، شما وقت دارین؟ بله بفرمایین، گوش میکنم. اگه وقت داشته باشین میخواستم امروز به شرکت بیایم. چرا نه منتظرتان هستم. زنده باشین. راستش یاوز کاکایی زمینا به نظرم بسیار اصل خیز معلوم میشن. اگه کدام مشکلی نباشه از طرف ما قبول است. انشالله که بخیرت خواد بود بچه. زنده باشین کاکا. خود اگه باز ما براتون خبر میدم. پیش رویت خوبی. زنده باشین کاکا.
بله باده. چی کردی یوسف؟ زمینا را از نزدیک دیدی؟ دیدم. حتی با هم توافق هم کردیم. بسیار خوش شدم یوسف. به نظر مدعی عرصه موفق میشیم. او زمینا به مال شگون نک خود داشت. پس میبینی. انشالله باده، انشالله. خب حالا میخوایی خانه بری؟ در باغای خاموش در جستجوی او روان هستم یار مگم کدیم در جستجوی او روان هستم در باغای خاموش گشت و گذار میکنم یار مگم کدیم فقط با تو بیا کنارم و کنارم بشین یارم
خدا تو هستی. خدا تو هستی. خودت هستی. خدا را شکر آزاد زنده است. بچه آزاد بچه من زنده است. خدایا 1000 بار شکرت. بله. ما تکین هستم. چی شده؟ یک مشکل داریم آقا. زیا نشانی خدا تبدیل کرده. قرار است خودش بگه. نباید بالای تو شد. برو. با تو یک وظیفه دادم، فقط یک وظیفه. گفتم او را از بین ببر، اما موفق نشدی. او را از دست دادی. داوطلی یلدز است. هم یالا میریم که کار او را ختم کنم. اول ما کار خدا خلاص میکنم. باش برو. گم شوین احمقا، چه میکنین پیش مادر؟ گم شوین. خاله جان میشه یک تاکسی بخواین لطفا؟ وضعیت خانمم خراب است. سوار کن، کجا میری؟